های تسلا مگنت استیمولیشن با امواج مگنت که برخلاف اینی که تحریکات الکتریکی فقط انقباضای سطحی میدن، یعنی قادر نیستن هیچ عضله عمقی رو تحریک بکنن، ولی با استفاده از مگنت این قابلیت رو دارن. به بیان دیگه همون مگنتی هستش که چون تسلاش بالاتر از مگنت‌های روتینی تو بازاره، قادره که انقباض عضلات عمقی رو بده. موارد کاربرد زیادی داره، من جمله برای بی اختیاری ادرار، لیک‌های ادراری، پروستاتیت، کمردرد و یا برای تقویت عضلات کف لگن که میتونه تو هم با اگه ترکیب اینو ما انجام بدیم با بیو فیدبک میتونه اثرات خوبی برای این زمینه‌ها داشته باشه. دو پروب داره، یه پروب منوال داره که میشه به طور مجزا استفاده کرد و صندلی که صندلیش میشه برای اون مواردی گفته شد استفاده کرد، و پروبی هم که به صورت مجزا هست میشه از این پروب برای تقویت عضلات دیگه، عضلات کوچیک، عضلات بزرگ و عضلات عمقی میشه استفاده کرد، هم برای تقویت عضلات هوازی، عضلات بی هوازی و برای مواردی که ما میخوایم برای کاهش درد جنرال بدیم. اونی که میگیم RTMS یا TMS Transcranial Magnet Stimulation همین تکنولوژیه، ولی پروبش فرق داره، به اصطلاح عواملش سیمپیچش فرق داره. های تسلا مگنت استیمولیشن برای مواردی که ما برای سیستم‌های چیز هستش اورولوژی استفاده میشه، به این سیستم هستش که برای تقویت عضله کف لگن، برای مواردی که ما به هر طریقی استرس اینکانتیننس داریم ما، یعنی بی اختیاری استرسی ادراری داریم، یا برای مواردی که التهابات مزمن پروستات داریم، اینا استفاده میشه. در سنای بالای خانم‌های مثلا بالای 50 سال، بالای 45 سال که به مونوپوز میرسن، تو این موارد از این میتونیم به کرات استفاده کنیم. برخلاف اینی که برای بیو فیدبک باید از الکترودهای واژینال یا رکتال استفاده کنیم، این میبینیم شخص با لباس رو صندلی قرار میگیره که هیچ گونه به قول از مواردی که چه تراپیست چه بیمار زیاد خوشایند براشون نیست، این یه صندلی معمولیه که کفش تحریک مگنت هست و در بعضی از موارد روی پشتی صندلی هستش که به طور کراس این امواج مگنتیک القا میشه و درست اون جایی که کف لگن است، عضلات کف لگن رو میتونه تقویت کنه. یا برای مواردی که التهابات مزمن داریم تو نای، التهاب مزمن لگنی داریم ما که تو قدیم 20-25 سالی میگفتن از دیاترمی استفاده میشه، دیگه اون رولات شده چندین سال میشه از این مگنت های تسلا مگنت استیمولیشن استفاده کرد.